چیزی که شما دوستش داشته باشید خوب در میاد. عشق یه چیزی لامصب، با هر چی باطی میشه خوب میشه. با یه مش کلمه باطی میشه شعره، با یه مش نخ باطی میشه فرشه، با رنگ باطی میشه نقاشی است، با برنج قاطی میشه غذای مادر. آدم هر جای دنیا باشه دلش واسه اون تنگ میشه. میدونید چرا؟ لاو ان ریشه، یعنی با عشق مخلوط شده. دیدید وقتی کسی کارشو دوست داره اصلا احساس میکنه کارش با کیفیت تره، درسته که ربطی به کیفیت کاره نداره، انگیزه علاقه کار. فقط شما یه نیت بکنید که من میخوام خودم رو مایه خیر و برکت بکنم برای هر کسی، من دوست دارم این کار رو. اون وقت ببینید چقدر همه برکت ها میاد پیش شما هستن. هر کس گفت من دلم میخواد مردم از دست من لذت ببرن، این آدم خوشبخت میشه. چرا؟ برای اینکه خوشبختی ها میاد پیش این تا بره پیش مردم. قبل از اینکه بره پیش مردم اول میاد پیش این. تنها راه شاد شدن یه چیزه و اون این است که آدم نیت بکنه که من دلم میخواد شادی تولید بکنم، میخوام شادی تولید بکنم در عالم. اون وقت شاد میشه. شادی ها رو همه میدن به این، میگن آقا از طریق شما توزیع بشه. شکر رو میدن شما توزیع بکنید، چون وهاب فقط خداست. ما هیچ هدیه‌ای نداریم به کسی بدیم. هو الوهاب، بخشنده یه نفره فقط. ما کی هستیم؟ ما اینجا گفتن آقا دادن به شما، گفتن شما بده به این. ما کاری نیستیم.